هم مسجد و هم کعبه و هم قبله بهانه است. دقت بکنی نور خدا داخل خانه است. در مسجد و در کعبه به دنبال چه هستی؟ اول تو ببین قلب کسی را نشکستی؟ این گونه چرا در پی اثبات خداییم؟ همسایه با گشنه و ما سیر بخوابیم. در خلقت ما راز و معمای خدا چیست؟ انسان خودش آینه یک کعبه مگر نیست؟ برخیز و کمی کعبه یا مال خودت باش، چنگی به نقابت بزن و مال خودت باش. تصویر خدا پشت همین کون نقاب است. تصویر خدا واضح و چشمان تو خواب است.